که در همون $100 صورت همون کس هست. پول که بسیار ارزش داره، پول که بسیار چیزی خیلی بگیم که یافتن و دریافت کردنش کاری مشکل است. وقت به همون مقایسه امکان داره در راه آدم $100 بیاورد، $1000 بیاورد، لیکن یک دقیقه وقت نمی‌آورد. همین فرانکلین که یکی از بسیار سیاستمدارهای آمریکایی و یکی از نفرهای بنیاد کننده دولت آمریکا که در همون $100 صورت همون کس هست. اگر شما در اینترنت نویسین که پریمیا دینگی، اشاره به همون میشه که این سخن فرانکلین است. همون کس گفته بود است که وقت این پول هست. برادران عزیز و گرامی، الحال که اهل این خاندان به خاطر رسیدن ثواب به روح مادر، به روح برادر خیر و احسان کردن، از خداوند بسیار بسیار ذات مبارک، از الله بسیار توانا، از الله بسیار مهربان بر بندگانش خواهان او را داریم که خدای مهربان این تمنیات و این آرزو و این خواهش که از اهل این خاندان شده است، خدای مهربان مقصودهاشون و نیتهاشون موفقشون بگردانی و الله مهربان هر یک لغزش و هر یک سهوی که از این مادر عزیز و از این برادری که گذشته باشد، خدای مهربان با فضل کرمش بخشیده گرداند. باقی مانده فرزندا را خصوص برادری ما مکه ظفر همراه فرزنداش خداوند در حفظ و امانش نگهبان باشد. برادرای عزیز و گرامی، من یک حدیثی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز میگم که از بسیار لحظه های برای ما و شما خیلی قیمت، حقیقتا لحظه بسیار لحظه قیمت است. زیرا برادران عزیز، از بین ما و شما هیچ کس آگاهی ندارد که همین تا سحر ما و شما حیاتیم یا حیات نیستیم. ما علل خصوص همین روزهای آخر که خیلی و خیلی در یک روز تا 3-4 جا مقصد اعلان میشه، اینجا جنازه، اوجا جنازه، یکی مادرش، یکی پدرش، یکی یک کسی دیگرش. از این لحاظ به همین خاطری که هر لحظه ها بسیار لحظه های قیمت های، بسیار لحظه های دیگر بر میگشتگی نیست. ولی همین فرانکلین که یکی از بسیار سیاستمدارهای آمریکایی و یکی از نفرهای بنیاد کننده دولت آمریکا که در همون $100 صورت همون کس هست. اگر شما در اینترنت نویسین که پریمیا دینگی، اشاره به همون میشه که این سخن فرانکلین است. همون کس گفته بود است که وقت این پول هست. یعنی مقایسه بگیم یا چین با پول کرده است، به خاطری که اصلا که پول که بسیار ارزش داره، پول که بسیار چیزی
خیلی بگیم که یافتن و دریافت کردنش کاری مشکل است وقت به همو مقایسه کرد لیکن اسلام میگه نه اسلام میگه وقت از پولم بالاتره پول میگه در پیش وقت ارزشش میگه پستره برای چی؟ زیرا میگه مبلغ رو میگه خزینه کده میشود یکی وقت خزینه کده نمیشود بله ما میتونیم که مبلغ خزینه کنیم لیکن نمی وقتی که حاضر من گفتیستم که غنیمت های همین که رفت برادرو ما ایره خزینه کرده نمیتونیم رفت بازگشت دیگه نداره دویم بینین میگه پول از یک کس قرض گرفته میشود یکی وقت گرفته نمیشه کی ترا وقت قرض میته اگر میشدن نمیدادن هیچ کس وقت چه ترا قرض نمیته قیمت بودنی وقت ای مبلغم بالا بودنش همینه که بین پول قرض گرفته میشه وقت نی دیگر ببینین دین ما را که برتر میدونه از پول دهم وقت میگه پول از راه میوی لیکن مبلغ ای راه میوی وقت از راه نمیوی امکان داره در راه آدم $100 بیاورد $1000 بیاورد لیکن 1 دقیقه وقت نمیوه برای همین وقتای ما و شما برادرها بسیار غنیمت هست بسیار وقتامون غنیمت هست خدا رحمت کنه خواجه حافظ میگفت وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی بچم چند قدر توانایی داری وقت غنیمت بدان وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی حاصل از عمر ای جان یک دم است تا دانی حیات شما همگی یک دمکه با قدرش برس میگه قدر دانش کن جنوب جنونی در تاجیکستان ما و شما خوبه اگرچه زاده قندهار افغانستان هم باشد لیکن میگه که فرصت عمر عزیز است عزیزش داری هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش نفساتم بسیار قیمت های ارزان نتینش ارزان بیهوده نگذرانش غنیمتش بشمار برای همین برادران عزیز و گرامی من پیشترم برای چی گفتم که نمی یک دمه که ما حاضر غنیمت های برادر عزیز ما تا فردا نامعلوم که در کدام قید حیات هستیم یا نه الله میگه ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ای برادر یک دقیقه قلب بسین ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا هیچ کدامتون نمیدونیم فردا حیاتین یا مرده ما نمیدونیم فردا برادر عزیز در قید آدمای تندرستیم یا بیمار ما نمیدونیم که فردا برادر عزیز در قطار آدمای مقیمیم یا مسافر چی میدونیم ما نمیدونیم فردا در همین آزادیم یا محروم آزادی چی میدونیم برای همین لحظه ای که هستیم ایره غنیمت میدونیم من یک حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که با روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که حدیث اسنادش متفقون علیه میگن یعنی هم امام بخاری و هم جناب امام مسلم
که کتاب‌های معتبرترین ما و شما با شمار میروند در کتابشون آوردن. جناب عبدالله ابن مسعود میگه سألت نبی صلی الله علیه و سلم. برادرای عزیز، عبدالله ابن مسعود میگه من از پیامبر سوال کردم. چی سوال کرده است برادرای عزیز؟ گفته است ای العمل احب الی الله تبارک و تعالی. ای پیامبر نازنین، کدام عمل به سوی الله بزرگ و مهربان محبوب است؟ کدام عمل ما را الله دوست می‌داره؟ کدام عمل ما را دوست می‌داره؟ میگه پیامبر سوال کردم. همین سوال دادنم یک خیلی آدم تلفنش میکشی که نمیفهمه، یک 20 بار روی هم زنگ میزنه، میکشیش میگوی خیلی آدم میفهمیدگی اندکک اندیشه میکنه. بعد بو میگه قریب میکنه که خیلی دیگه خسته میشه ایامو رقم. انا برادر عزیز بسیار یک سوال زیبا داد، بسیار سوال زیبا بود. کدام عمل ما را الله مهربان دوست می‌داره؟ برادرای عزیز، اگه من چی گفتم پیش از عمل محبوبی را که الله دوست می‌داره، اینا گفتنی هستم برای شما یکم برادرای عزیز که ما باید چگونه ای که عبدالله سوال دادو و خواهش عبدالله همین بود که فهمه که کدام عمل ما را الله دوست می‌داره من اجرا کنم، یکی از محبوب‌های الله به شما برم. منم دوست می‌دارم برادران عزیز که از سال من سرکردگی تا حضوری در همین خانواده ما هم نگاه کنیم که پیامبر چی جواب گفت، تا ما هم دلبستگی به همون عمل پیدا کنیم، ما هم دنبال همون عمل باشیم که ما هم الله دوست بداره. آخه الله که دوست داشت برادر عزیز، تو میدانی که تو سعادت دنیا و آخرت یافتی. الله که دوست داشت تو دیگه ای چارچوبه آدمگری بیرون نمیبرای. تو را همه مردم دوست میداره. تو یک انسانی میشه که دیگه نه به کسی حسد میکنی، نه به کسی بخل میورزی. یک آدمی که ای دست زبانت هیچ کس آزار نمییابد، الله محبوبه هاش همین خیلی حفظ میکنه. پیامبر الصلات علی وقتها، کسی نمازش در وقتش ادا کنه الله دوستش میداره. برادرها خوب اهمیتیم، کسی نمازش در وقتش ادا میکنه الله دوستش میداره. یعنی برادرای عزیز، یکی از عملهایی که الله بنده را دوست بداره همین بود است که حفظ 5 وقت نماز. چگونه قرآن میگه حافظو علی الصلوات. الله گفت که همین عبادتی که نامش نمازه همین را حفظ کنی. 5 حالت 5 وقت با الله در حال رابطه را پیوست کنی. همین لحظه هایی که شما به نماز راست میشین الله ترا دوست میداشته. محافظی ادا کننده نماز الله دوست میداشته. حضرت عایشه مادرمون هم گفتن که عایشه گفتن برای چی اینقدر نماز در قرآن زیاد یاد شده است؟ عایشه مادرمون هم اگه زنی پیامبر آخی یک محبوبه پیامبر جواب بهترین داد، گفت خداوند کدام عملی را که دوست بداره او را بسیار یاد میکنه. زیاد یاد کردن نماز در قرآن به سبب دوست داشتن الله همین عبادت است. دوست میداره.
خدا رحمت کنه. همین خواجه حافظ برای همین بود که میگو هر آن کس که در این حلقه نیست زنده به عشق، با او نمورده به فتوای من نماز کنید. اگر بینین یک نفری که از همین نعمت خدا چه دور گرفته، پایبند همین عبادت نمی شود، خواجه حافظ گفته است پیش از مردنش نماز جنازه شب خونید. پیش از مردنش نماز جنازه شب خونید. زیرا پیامبر نازنین می گفت اولو ما یحاسب به العبد من عملی یوم القیامه الصلات. اولین سوالی که الحال جان من خدا گرفت، خب من بگیم به دنیای غیر فناشونده، دنیای ابد وقتی میرم، اولین سوالی که بنده را میکرده است همین بوده است آیا نمازت ادا شد یا نه؟ برادرای عزیز، این سخن پیامبر مونه. من یگان سخنی به ادرس نمیگم و یگان حدیثتان نمیگم که بگن این حدیث علت داره یا مقصد ضعف داره یا فلان. نه، اولین سوالی که بنده را الله روز قیامت میکند از نمازش است. برای همین 4 کتاب ما و شما میگو روز محشر که جانگداز بود، اولین پرسش از نماز بود. بعد نصیحت میکنه پس مکن در نمازها تقصیر، تا در آن روز باشد توفیر. بچم در نمازها بی پروایی نکن تا که این نماز روز قیامت دست بگیره. خلاص برادران عزیز، یکم چیزی را که الله دوست می داشته این نماز بوده. دوم گفتم ثم ایون. عبدالله میگه پرسیدم بعد از آن چی؟ گفت بر الوالدین. کسی پدر و مادرش خدمت کنه. وقتی تو پدر و مادر خدمت میکنی ترا الله دوست میداره. ببینی وقتی تو رضاگی پدر و مادر میابی الله دوستت میداره. زیرا برادرای عزیز رضاگی پدر و مادر رضاگی الله است. غضب پدر و مادر غضب الله است. شاعران میگن طاعت حق را به جان فرمان کنی. طاعت حق را به جان فرمان کنی، بعد از آن بل والدین احسان کنی. والدین از هر کسی خوشنود نیست. بین اگر از کسی که والدین خوشنود نباشد، آن نفرم در پیشگاه الله مهربان قابل مقبول نیست. وقتی نزد پدر و مادر دم که این آدم قبولیت نداشته باشه، نزد الله قبولیت نداره. برای همین دوم چیزی را که الله دوست می‌دارد این چی است برادران؟ خدمت در حق پدر و مادر. حتی ما حدیثا داریم میگه بر الوالدین افضل من الصلات و الصوم و الحج و جهاد فی سبیل الله. در ثواب میگه، در ثواب خدمت پدر و مادر در ثواب بالاتر است از نماز، بالاتر است از روزه، بالاتر است از حج، بالاتر است از جهاد در راه خدا. خواهی که خدای از تو خوشنود شود، سرمایه عمری تو هم از سود شود. در بند رضای پدر و مادر باش تا جمله گناهت همه نابود شود. خدا کنه برادران عزیز و گرامی که ما را الله توفیق دهد که دوستدار این عمل ها باشیم.
خدا توفیق منتید که از عبادتش هیچ وقت دور نباشیم. همیشه اطاعت او را کنیم، فرمان برداری کنیم. خدا توفیق منتید که اگر حاضر حیات باشه پدر و مادرمون یک کف دعاشون بگیریم، خدمتشون کنیم. و الهی مهربان باز هم احسان ها و خیر های این خاندان قبول گردانه و گذشته مادرشون خدا رحمت و مغفرت کنه. اهل جمعیت ما را خدا شما را قدماتون به حسنات و ایمانتون کامل نگه دارم. کاری همینجا انشاءالله خیلی رحمت کنه. تلاوت شدن بعد ختم